باید پوره شاید موی سرش یا پوره نشده میشد زن. نه زنهای هم پررو میشوین، اصلا باید پررو شوین الا اگر کاکل داشته باشد. کاکل میدونیدم بافتگی حاضر زنها کاکل ندارن. اون زمانهای پیشتر شوروی، زمان شوروی زنها کاکل داشتن، یک تا کاکل یا که دوتا یا اینکه 10 تا 15 تا میبافتن مورا مایده. اونا کشادن کاکل و بستن کاکل غالبا کاکلش دیگه کس کرده میماند، خودش نمیتوند و مشقت است. بنابراین شریعت برای رفع مشقت اصلی سر به شستن امر کرد و کاکل مس کردن به امر کرد. یک بار دستش تر میکند و کاکل همیشه مس میکند یک بار. اما سر میشد، اصلی سر یعنی سرش پر میشد، فقط همون کاکل نمیشد و یک بار مس میکشد. فهمیدید؟ اما این زنکایی که موهاشون سر داده اینو مرده میشون.